والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احسنت پسرم، قرآن همیشه چراغ راه آدم هاست. هر وقت دلت گرفت این کتابو باز کن. فهمیدم مهمه، اما مهمتر از اون اینه که با دل بخونیش. خدا خودش کمکت میکنه. یعنی خدا صدای من را میشنوه و مراقب من هست و من را یاری میکند. حتی اگه هیچ کس نباشه خدا هست و صداتو میشنوه. پس از همین جا شروع کن. با همین کتاب باید برم بالای مسجد. پس خداحافظ. تو همیشه احساس آرامش میکنه. کمکم کن همیشه راه درست رو پیدا کنم.